گفتم خدایا این همه سختی چرا؟ گفت قطعاً با هر سختی آسانی است. گفتم بارالها تو کجایی؟ گفت من نزدیکم و دعا کننده را هنگامی که مرا بخواند اجابت می کنم. گفتم پروردگارا دلم آشوب است. گفت خداوند به آنچه در دل دارید آگاه است. گفتم یا رب خیلی خستم. گفت از رحمت خداوند ناامید نشوید. گفتم خدایا تنهایی آزارم می‌دهد. گفت من از رگ گردن به شما نزدیکترم. گفتم چرا دعاهایم را اجابت نمی‌کنی؟ گفت شاید تو چیزی را دوست داشته باشی حالان که به ضرر تو باشد و من چیزهایی می‌دانم که تو نمی‌دانی. گفتم خداوندا پس کی دعاهایم استجابت می‌شود؟ گفت تو چه می‌دانی؟ شاید موعدش نزدیک باشد.